آیا وقتی درگیر استرس یا چالش‌های در روابطتون میشید، تمایل دارید به پارتنرتون یا همسرتون بیشتر نزدیک بشید یا ازش دوری کنید؟ پاسخ شما میتونه سبک دلبستگی شما رو مشخص کنه. امروز میخوایم در رابطه با سبک دلبستگی و اینکه چطوری این سبک میتونه روی روابط شما به صورت ناخودآگاه تأثیر منفی بذاره صحبت کنیم. درود و مهر خدمت دوستان خوبم. به کانال در خویشتن خیلی خوش اومدین. قراره در این کانال ما آموزش سواد رابطه رو داشته باشیم و هفته یک ویدیو رو با شما به اشتراک بذاریم. وقتی درگیر فشار، استرس و چالش‌های در روابطتون هستین، نوع واکنش شما نسبت به این موقعیت‌ها چی هست؟ عده‌ای ممکنه تمایل داشته باشن به اینکه دوری کنن و اجتناب کنن از طرف مقابلشون و عده‌ای ممکنه که برعکس تمایل پیدا کنن به اینکه نزدیکتر بشن، صمیمی بشن و ارتباط بیشتری رو برقرار کنن. نوع در واقع واکنش شما نسبت به این موقعیت‌ها نشون میده که سبک دلبستگی شما از کدوم نوع هست. ما دو نوع سبک دلبستگی ناسالم در روانشناسی داریم. سبک دلبستگی در واقع اضطرابی و سبک دلبستگی اجتنابی. افرادی که سبک دلبستگی اضطرابی دارن افرادی هستند که تمایل شدیدی دارن به صمیمیت، تایید و توجه. این افراد ترس مداوم دارن از طرد شدن و در واقع تنها شدن. خیلی حساس هستن و نیاز مفرط دارن به اینکه از طرف شریک عاطفیشون در واقع حمایت بشن. نگرانی‌های زیادی در مورد رابطه‌شون دارن. وقتی که در واقع شریک عاطفیشون در دسترس نیست یا اینکه رابطه‌شون دچار چالش شده، با یه سری مسائل و مشکلاتی روبرو هستن، این افراد در واقع دچار ترس زیاد و نگرانی‌های زیاد میشن. مثل اینکه نکنه دیگه منو دوست نداره، نکنه در واقع من دیگه براش جذاب نیستم، نکنه منو تنها بذاره. و به خاطر این حضور این فکرها و هیجان‌هایی که دارن تجربه میکنن، شروع میکنن به انجام دادن یک سری رفتارهای چسبنده، یعنی بیشتر به سمت طرف مقابل گرایش پیدا میکنن، بیشتر پیگیر در واقع شریک عاطفیشون هستن، برای اینکه در واقع اون افکار و احساسهایی رو که دارن تجربه میکنن رو در واقع به این نتیجه برسن که افکار و احساسات درست نیست و پیگیری کردن و در واقع تماس‌های مکرری که با پارتنرشون دارن خودش منجر به این میشه که رابطه رو بیشتر خراب کنن و احساس خفگی به طرف مقابلشون دست بده. حالا ممکنه که سوالتون این باشه که خب حالا راهکار چیه برای کسایی که در واقع درگیر سبک دلبستگی اضطرابی هستن؟ اولین قدم اینه که زمانی که شما در واقع دارید این احساس‌ها و این افکار رو تجربه می‌کنید، مکث کنید 5 الی 10 دقیقه قبل از واکنششون دادن به اون موقعیت و به پارتنرتون و به اون شرایط، استاپ کنید، مکث کنید و افکاری رو که در واقع توی ذهنتون داره ایجاد میشه رو شروع کنید به نوشتن در موردشون. احساس‌هایی رو که دارید تجربه می‌کنید رو بنویسید. مثلا من حس بی‌ارزشی پیدا کردم، من حس خشم پیدا کردم، من در واقع این افکار به ذهنم خطور کرد، اینکه حتما من دوست داشتنی نیستم، حتما من خواستنی نیستم. شروع کنید به نوشتن و ثبت کردن احساس‌ها و افکاری که توی اون لحظه دارید. قدم بعدی اینه که در مورد این احساس‌ها و افکاری که در واقع دارید با پارتنرتون و شریک عاطفیتون در واقع صحبت کنید که من این احساس‌ها و این در واقع افکار رو داشتم زمانی که تو جواب تلفن منو ندادی، زمانی که تو در دسترس نبودی، من در واقع این احساس‌ها رو داشتم. من احساس کردم که خواستنی نیستم، من احساس کردم که دوست داشتنی نیستم. یا در واقع حس هایی که تجربه کردم اینه که در واقع ترس اینو داشتم که تنها موندم، ترس اینو داشتم که طرد بشم. شروع کنید به نوشتن در مورد در واقع گفتن در مورد احساس ها و افکارتون با شریک عاطفیتون. خیلی واضح، خیلی شفاف، خیلی مشخص در مورد این مسائل با پارتنرتون صحبت کنید و دنبال راهکارهای در واقع روشن باشید. این سبک دلبستگی اضطرابی بود. تو بخش بعدی سبک دلبستگی اجتنابی رو براتون توضیح میدم. در سبک دلبستگی اجتنابی این افراد در هنگام نزدیکی بیش از حد احساس ناراحتی میکنن. هنگام استرس و در واقع چالش ها سعی میکنن از پارتنرشون و شریک عاطفیشون فاصله بگیرن.
این افراد اهل گفتگو نیستن، اهل در واقع صحبت کردن نیستن، سکوت میکنن در مقابل مشکلاتی که به وجود میاد. سعی میکنن احساساتشون رو در واقع سرکوب کنن و احساسات طرف مقابل رو هم نادیده میگیرن. ممکنه افراد سردی به نظر برسن. شما ممکنه بگید که چقدر اینها نسبت به من، این فرد نسبت به من بی‌تفاوت و سرد داره رفتار میکنه و این رفتارشون در بلند مدت باعث میشه که طرف مقابل احساس طرد شدن بهش دست بده. وقتی رابطه داره خیلی جدی میشه، رابطه داره خیلی صمیمی میشه، یهو شروع میکنن به بهانه تراشی کردن یا ممکنه حتی غیب بشن، در دسترس دیگه نباشن چند روز و برای شما خیلی عجیب باشه که چی بود، من الان رابطه خیلی خوبی با هم داشتیم توی آخرین روزی که همدیگر دیدیم و الان چند روز من دیگه ازش اطلاعی ندارم. از رابطه یهو فاصله میگیرن، اهل توضیح دادن نیستن، چون نمیتونن اون صمیمیت عاطفی رو در واقع ابرازش بکنن. این افراد ترس از صمیمیت دارن، برعکس دسته اول که ترس از طرد شدن و تنها شدن داشتن و تمایل به خودکفایی افراطی دارن، چون عقیدهشون بر اینه که کمک گرفتن از دیگران نشان دهنده ضعف هست. زمانی که شما از این افراد به این افراد ممکنه اعتراض کنید، یه جمله های شبیه به این ممکنه بشنوید که تو زیادی حساسی، تو زیادی داری شلوغش میکنی، یا اونجوری که تو فکر میکنی نبوده، یا من خیلی گرفتار هستم، وقت نمیکنم با تو تماس بگیرم، وقت نمیکنم در واقع با هم بیرون بریم. یه همچین جملاتی ممکنه از زبان اینها بشنوید و این افراد خیلی نمیتونن ابراز دلتنگی کنن، احساساتشون رو نمیتونن خیلی خوب بیان کنن و سعی میکنن که در واقع سر خودشون رو یه جورایی گرم کنن از طریق کار، از طریق سرگرمی و یه جورایی حواس خودشون رو پرت کنن از مسائل و مشکلاتی که باهاش درگیر میشن. اما راهکار چیه؟ اینه که این افراد باید کم کم یاد بگیرن که احساسات خودشون رو بتونن بیان کنن. با شریک عاطفیشون در مورد احساسات و هیجاناتشون صحبت کنن، در مورد افکارشون صحبت کنن و اینکه یاد بگیرن کمک گرفتن از دیگران نشان دهنده ضعف نیست. این دو سبک دلبستگی نایمن بود که من الان مطرح کردم، اما ما یه سبک دلبستگی سالم هم داریم که بهش میگیم سبک دلبستگی ایمن. این افراد برعکس این دو دسته افرادی هستن که وقتی مواجه میشن با مسائل مشکلاتی توی رابطهشون خیلی حمایتگر هستن، خیلی منعطف هستن، خیلی اهل گفتگو هستن، در واقع صادقانه و شفاف مسائل مشکلاتشون رو مطرح میکنن، دنبال راهکار هستن توی روابطشون و سعی میکنن احساساتشون رو بدون قضاوت مطرح کنن و احساسات طرف مقابل رو هم بشنون و بهش احترام بذارن. و در نهایت اینکه تغییر سبک دلبستگی از ناایمن به ایمن یک شبه اتفاق نمیفته، ولی با کمک یک درمانگر حرفه‌ای و آگاهی و در واقع تمرین کردن شما میتونید این تغییر رو و این اصلاح رو ایجاد کنید. اگه به رابطت اهمیت میدید، اگر رابطت برات مهم هست، اینجا دقیقاً همون جایی هست که باید باشید. پس اگر این ویدیو رو دوست داشتی، سابسکرایب و لایک یادت نره که توی این مسیر رشد بتونیم کنار هم باشیم. خدا نگهدار.